تکنیک جادویی لویی زدن رو بهتون آموزش بدم. ممنون میشم ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگه خوشتون اومد پیج ما رو هم دنبال کنید. در مرحله اول با کف پا توپ رو میاریم پشت سرمون و پامون رو میذاریم رو زمین. در مرحله دوم زمانی که با کف پا توپ رو کشیدیم عقب، بدنمون رو به حریف قرار میدیم. و در مرحله سوم زمانی که بازیکن حریف اومد، یک و دو پا میندازیم تو لویی. دوستان بریم واسه دومین آموزش. آماده ایم؟ در مرحله اول با کف پا توپ رو میاریم پشت سرمون و پامون رو میذاریم رو زمین. در مرحله دوم توپ رو ثابت نگه میداریم و با پای مخالف دور توپ میچرخیم. مرحله سوم با کف پا توپ رو میبریم پشت سرمون و با پای مخالف دور توپ میچرخیم. در مرحله چهارم زمانی که پامون دور توپ چرخوندیم با نوک پا توپ رو میاریم جلو و با کف پا میندازیم تو لویی طرف. حالا میریم همه حرکت رو با هم دیگه میزنیم. و حالا میریم حرکت سوم رو بهتون آموزش بدیم. کف پا توپ رو میاریم به سمت داخل و با بغل پا میبریمش رو به سمت جلو. در مرحله دوم زمانی که مرحله اول انجام دادیم توپ رو با کف پا میاریم عقب و بیرون پا میندازیم تو لویی طرف. دوستان اومدیم چهارمین حرکت رو بهتون آموزش بدیم. در مرحله اول وقتی که با کف پا توپ رو بردیم به سمت بیرون با بغل پا استوپش میکنیم. در مرحله دوم وقتی که با کف پا آوردیم و با بغل پا استوپ کردیم بازیکن حریف پا انداخت یک و دو پا میندازیم تو لویی. دوستان اومدیم پنجمین و آخرین حرکت رو بهتون آموزش بدیم. در مرحله اول توپ رو با کف پا میبریم رو به سمت جلو. در مرحله دوم وقتی با کف پا توپ رو بردیم رو به سمت جلو، وقتی بازیکن حریف عکس‌العمل نشون داد با کف پا میاریم عقب و میندازیم تو لویی. دوستان عزیز ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. برای ویدیوهای بیشتر و آموزش‌های بیشتر حتما پیج ما رو دنبال کنید و لایک و کامنت یادتون نره. حتما پیج ما رو هم سابسکرایب کنید.